وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نشر رابطه برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخله از بازداشت اعضای دسته متشکلانه جنایی خبر داد که با استفاده از سلاح و با تهدید کشتن مهاجران تاجیک را در قزاقستان گروگان می‌گرفت و مجبور می‌کردند که هر ماه از سر معاش خود به آنها از 200,000 تا 800,000 تنگه قزاقی یا از 500 تا 2,000 دلار حق یا دوله بدهند. پدپلکوونیک نصرت الله محمدزاده سردار مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله در گزارشش گفت وقتی دو مهاجر تاجیک در قزاقستان از بیدادگری‌های اعضای این دسته به مقامات حفظ حقوق مراجعت کردند، ریکت‌ها به تاجیکستان با مقصد فرار از جوابگری گریختند، ولی در اینجا از جانب کارمندان اوباب دستگیر کرده شدند. اینها حسنوف سوروبجان محمداللهویچ لقبش ریژ رهبر دسته ساکن نویه شامنسور شهر دوشنبه، رسولوف رستم محمد علیویچ لقبش روستک ساکن نویه شامنسور شهر دوشنبه، صالح فیضلی شیرالیویچ لقبش فیدیا ساکن نویه شامنسور شهر دوشنبه، اودینزاده منوچهر موسی لقبش درویش ساکن نویه قبادیان. بنا به اطلاع تفتیشات این افراد امروز با شریک جنایتیشان از ازبکستان شکوروف جاویدان ماه آگوست سال 2022 در شهر المتا در شرکت‌های ساختمانی به کار درآمده. در اصل درباره دیگر مهاجران تاجیک و مکان زیست و کار آنها معلومات جمع کردند. سپس آنها یگان مهاجر را هدف قرار داده با راه فریب با ماشین منوچهر اودینزاده به قرارگاه خود می آوردند و همچون گروگان نگاه داشته با راه لطوکوب و تهدید کشتن از تپانچه و تبری که با خود داشتند مهاجران بیچاره را مجبور میکردند که به آنها هر ماه حق بسپارند. در گزارش دو مهاجر تاجیک که در ساختمان المتا کار میکردند نقل کردند که چگونه بچه‌های ریش آنها را چند روزی در اسارت نگاه داشتند و به رحمانه لطوکوب کرده داله بستند. به ضد این ریکت‌هایی که هموطنان خود را حق بسته بودند بر اساس ماده 250 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام تمجید پرونده جنایتی گشودند. بر کدام آنها بر اساس این بند قانون تا 20 سال زندان تهدید میکند. وزارت کارهای داخله از همه مهاجران تاجیکی که از دست اعضای این دسته جبر دیده است خواهش دارد که به مقامات حاضر شوند و به خاطر تنطنه عدالت بیانات بدهند.